سلام عرض ادب خدمت دوستان گرامی. محمد حسن براتی هستم. تو این ویدیو آموزش 0 تا 100 DHCP رو میتوتیکو یاد میگیریم. DHCP کاری میکنه که دستگاه بدون تنظیم دستی IP به صورت خودکار آدرس بگیرن. DHCP یعنی داینامیک هاست کانفیگریشن پروتکل. پروتکلیه که به دستگاه DNS، گیتوی، IP و سایر اطلاعات به صورت خودکار اختصاص میده. برای راه اندازی DHCP رو میتروتیک وارد وین باکس میشیم. وین باکس نرم افزاریه که ما رو به روترمون وصل میکنه. وارد وین باکس میشیم. در این قسمت اینترفیس دوستان، اینجا اینترفیس هایی که رو میتروتیک داریم. من اینجا 10 تا اتر دارم. عرضم به حضورتون که معمولا دوستان اتر 1 رو برای اینترنت میذارن، برای آی اس پی شون میذارن. اتر 2 رو برای شبکه لنشون میذارن. ما تو این ویدیو اتر 2 رو برای شبکه لنمون گذاشتیم. برای اینکه بتونیم DHCP رو اندازی کنیم، استپ اول باید بیایم به اتر 2 آی پی بدیم. در این قسمت وارد آی پی میشیم. آدرس نیو. من میخوام رنج شبکم 20 باشه. 192 168 20 1 24 میدم. اختصاص میدم به اتر 2. اپلای و اوکی. بعد میریم وارد قسمت IP DHCP سرور که بتونیم به کلاینت ها IP اتوماتیک بدیم. در این قسمت DHCP ستاپ اتر 2 رو انتخاب میکنیم. نکست. خودش اتومات میفهمه که از چه رنجی میخواد باشه. میگه من این رنج رنج پیدا کردم. میگم درسته. نکست. میگه گتویم کی باشه. میگیم گتویم خودت باشی. اینم درسته. بعد میگه که آدرسی که میخوام رنج آی پی، که بچه میگه از 2 شروع میکنم با آی پی دادن تا رنج 254. خب من اینجا اینقدر رنج رو نمیخوام باز باشه. میگم که تا رنج 60. بخشین 60 بیشتر پین ند. نیکس. میگه که من اینجا 20 پاک کردم. 20 میگه DNS سرورایی که میخوای بهشون بدی چیه، چون میخوای صحبت DNS هم بهشون بده. من اولی رو DNS گوگل میذارم، دومی رو DNS کلود میذارم، کلود فلر میذارم. و سومی هم میخوام DNS IP اکتیو دایرکتوری باشه. نیکست. بعد میگه لاست تایمش چقدر باشه. اینجا گفته 30 دقیقه. من 30 دقیقه برام خیلی کمه. میخوام 4 روزه باشه. وقتی که بذاریم میگیم 4 روز، بعد بهشون دوباره آی پی بده. خب DHCP اونم الان ساخته شد. من اگه الان بچه‌ها اترمو کابل لنمو از سیستم بکشم و دوباره وصل کنم، دستگاه اینجا آی پی میگیره. بذاریم میتوتی به صورت اتوماتیک به سیستم من آی پی میده. در این قسمت وارد آی پی میشیم که میخوایم چک کنیم DHCP سرور و لیس و میبینیم که اومده به صورت خودکار به دستگاه ما، به سیستم ما یا به کلاینت ما آی پی داده. و اگه بخوایم این آی پی تغییر نکنه و همیشه برای این سیستم بمونه، از این قسمت استاتیک رو میذاریم. خب حالا ما میخوایم چند تا اینترفیسمون یک آی پی رو بدم به سیستم. مثلا میخوایم وایرلسمون هم تو همین رنج DHCP بگیره. میایم اینجا از بریج استفاده کنیم. بچه بریج کار سویچ میکنه ولی به صورت نرم افزاری روی روتر هست. خب اینجا با یک نیو بریج میزنیم. اپلای و اوکی. اولین کاری که میکنیم میایم پورت این فعلمون رو اضافه کنیم. اپلای و اوکی. و میایم که پورت اینترفیس دومونم اضافه کنیم. اتر دومونم اضافه کنیم. نه اوکی. خب الان منو میندازه بیرون و دوباره وارد میشیم. و اینجا ما میایم به جای این که بیایم روی اتر 2 دیگه آی پی بزنیم، میایم چیکار میکنیم؟ روی بریج اون آی پی میذاریم. یعنی ما میایم اینجا تو قسمت آی پی آدرس میگیم اینی که به اتر 2 دادی رو بده به بریجمون. اپلای و اوکی. و میایم میگیم که DHCP سرور اونم
بیاد به جایی که اتر 2 باشه بریج اون باشه. اوکی دیگه ارور هم نمیده. این هم کاربرد بریج. تموم شد. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.